یک شاخ گل، برنامه شماره 456. این برنامه با همکاری ایرج، عبادی، مجید نجاهی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ اصفهان از رکنالدین مختار. اشعار متن برنامه از سلمان سابعی، فروغی بسطامی. غزل آواز از عماد خراسانی. گوینده فیروزه امیرمعز. نور چشمی و به مردم نظری نیست تو را، آفتابی و به خاکم گذری نیست تو را. عالم از قصه من پر شد و آنگه تو چنان مست حسنی که ز عالم خبری نیست تو را. صبح پیریم اثر کرد و شبم روز نشد. ای شب تیره مگر خود سحری نیست تو را؟ ناله در سنگ اثر می کند اما چه کنم، چون از این در دل سنگین اثری نیست تو را. نه دست آن که بگیریم زلف ماهی را، نه دست آن که بگیریم زلف ماهی را، نه روز روشنی از پی
شب سیاهی را. فغان که بر در ماهی است دادخواهی من، که از ستم ندهد دادخواهی را. به راه عشق به حدی است ناامیدی ما، که ناامید کند هر امیدگاهی را. به یک نگاه ز رحمت بکش فروغی را، مکن دریغ ز مشتاق خود نگاهی را.
قد تو را خامه تقدیر کشید، سالها قد تو را خامه تقدیر کشید. آمدت بود قیامت که چنین دیر کشید. بعد چشم تو مصور چو به ابرو پرداخت، شد چنان مست که بر روی تو شمشیر کشید. امشب چو لاله داغ تو بر جان نهاده ایم. دیوانه وای دیوانه وار سر به بیابان نهاده ایم. آخ عشق تو زندگانی ما را خراب کرد. چون جفت آشیانه به ویران نهادیم. از ما ندید خنده دندان نما کسی.
از ما ندید خنده دندان نما کسی زان شب که لب بر آن لب و دندان نهاده گفتی اماد دین و دل و دانشت چه شد گفتی اماد دین و دل و دانشت چه شد در کوی می فروش در کوی می فروش گروگان نهادیم محبوب من جان
دل دیوانه که آزار خلایق می جست، عاقبت زلف تواش خوب به زنجیر کشید. گر خرابم کنی ای عشق، چنان کن باری که نباید دگرم منت تعمیر کشید. لاغری بین که در اندیشه نقشم نقاش آنقدر ماند که تصویر مرا پیر کشید. این بود شاخ گل شماره 456.